وقتی میگیم کباب ترش منظورمون گوشتیه که با رب انار اینا داره بازی میکنه، ولی اسم همین کباب ترش رو برعکس کنیم میشه ترش کباب، که میشه این غذای ساده و خوشمزه که به خاطر همین سادگیش هم هست که ما عاشقشیم. مهمترین عامل سرخ شدن خوب سیب زمینه که یک دست. بادمجون سرخ کردن واسه خودش داستان داره، همینجوری نیست ما بخوایم اینو پوست بکنیم بذاریم رو آتیش سرخ بشه. خیلی از طعم مزه بادمجون شاید خوششون نیاد، ولی من یه کار میکنم همه عاشقش بشن. علتش هم اینه که من همینجوری نمیذارم سرخ بشه، اول باهاش بازی میکنیم، یعنی چی میذاریم یه خورده نمک بزنیم، این نمک تلخیشو میگیره دیگه، بعد بادمجون شما داری میخوری عینو انگار چنجاست، اینقدر لذیذ و خوشمزه. الان میزنم ببین مرغمونو یه گوشمالی حسابی بدیم. البته درستش اینه چند ساعت بمونه، ولی ما دیگه چون میخوایم سریع بزنیم، نه صبحانه خوردیم نه نهار خوردیم، الان ساعت 4. سیب زمینی ها رو دم‌آوری کنیم. شاید براتون سواله که 1 کیلو سیب زمینی چی شد؟ چی ریخت؟ این مرغ در از 2 بار میپزه، یه بار سرخ میشه، یه بار میره توی آب رب و گوجه و اینا بازی میکنه. و بازم دمسیا یه دونه شکسته هم نداره. برای نقاشی خودمون، اون نگاهی که اون داره میکنه دوستان غذای خودم بدم بهش. ای شما خواهد